درود با همه شما مخلصان عزیز تلویزیون ورزش. این برنامه در شبکه‌های اجتماعی است. من فردوس خورسندم. رفتیم. آرسن ونگر اخیراً با چمپیونات روسیه میرود. چی؟ برای اینکه گپ و کلوچه‌ها در این مورد کم نیستند. هر روز قریب در این مورد رسانه‌های اطلاعاتی می‌نویسند. اخیراً دیرکتور گنرالی دسته لوکوموتیو مسکو واسیلی کیگنادزه در صحبت با روزنامه‌نگاران گفت که گفتگو با آرسن ونگر بود، ولی من این رو گفتگو نمی‌حسابم. چندین گزینه یا خود واریانت‌های اومدن او به دسته بود، ولی او برای چندین سوال از ما جواب خواست. در حال حاضر ما برای آوردن او آماده نیستیم. این رو واسیلی کیگنادزه گفت. با فکر شما اگر آرسن ونگر به روسیه بیاید چی می‌شود؟ در شهر تولوز فرانسه برادر سرج آریه کریستوفر آریه رو به قتل رسانیدند. این رو پایگاه اطلاعاتی دیلی میل رسانه کرد. گفته می شود که کریستوفر آریه رو صبح 13 ایول در نزد مرکز دلخوشی شبانه با تپانچه پراندند که تیر به شکمش رسیده است. متاسفانه طبیبان او را نجات دادن نتوانستند. کریستوفر آریه نیز مثل برادرش سرج آریه فوتبالباز بود و در دیویزیون پنجم چمپیونات فرانسه فعالیت می‌برد. سرج آریه را تمام فوتبالبازان دسته تاتنهام برای با چنین مشکلی دچار شدن اظهار همدردی نمودند. نامزد به پرزیدنتی باشگاه بارسلونا ویکتور فونت گفت که در صورت انتخاب شدن او به صفت پرزیدنت باشگاه در حال سابق فوتبالباز دسته بارسلونا خاوی را به سمت سرمربیگی دعوت می‌نماید. این در حال است که سرمربی فعلی دسته کاتالونی کیک ستین از جانب مخلصان و چند از فوتبالبازان دسته مورد انتقاد قرار گرفته است. فونت گفت که ستین ارزنده دستگیری و احترام بزرگ است. او همه وقت همچون مربی به من پسند است، لیکن حقیقت این است که او مربی نیست که در آینده ما با او امید ببندیم. اگر من پرزیدنت باشگاه شوم خواهی حتما به این دسته میآید و ما یک جای دسته را میسازیم، گفته است ویکتور فونت. خیر خدا قوت دهد. سابق دیرکتور گنرالی دسته ریال مادرید خورخه والدانو گفت که دسته بارسلونا حاضره به هیچ چیز قادر نیست. این را او در صحبت با روزنامه‌نگاران گفته است. با اندیشه او دسته بارسلونا در حال تنزل است. همچنین او ابراز نموده است که بارسلونا فعلی را همچون نامزد نه در لالیگا و نه در لیگ چمپیون‌ها می‌بینم. مسی بر وقت گفته بود که این سطح با اون درجه نیست که در اروپا بازی نمایی. مسی نمیتواند برای بارسلونا همه کار را بکند. از وی از بودش زیاد طلب میکنند، گفته است خورخه والدانو. این مردک با قول نو حس کرد چی؟ مخلصان دسته یوونتوس برای 2 موسم دیگر وقت دارند که از بازی‌های رونالدو راحت نمایند. فوتبالباز پرتغالی دسته یوونتوس کریستیانو رونالدو نقشه دارد که باز 2 موسم دیگر در این دسته فعالیت ببرد. طبق اطلاع تاتاسپورت فوتبالباز پرتغالی خواستار شکستن باز چند رکورد دیگر را داشته است. رونالدو میشکند، با او باور کرده میشود. پرزیدنت دسته راستوف ارتاشس آروتونیانس میخواهد در اروپا یگان باشگاه فوتبالی بخرد. او وعده داده است که در صورت خرید دسته از اروپا آماده است با خود سرمربی دسته والری کارپین و دیرکتور ورزشی باشگاه الکسی ریسکین را ببرد. پایگاه اطلاعاتی متا ریتینگز نوشته است که آروتونیانس با 3 سبب میخواهد پرمیر لیگ روسیه را ترک نماید. یکم از روی مبلغ، دوم کورپسیا که در پرمیر روسیه این چیز زود مشاهده می شود. بعضی دسته‌ها داوران را پیش از بازی می‌خریدند که این با پرزیدنت باشگاه راستوف پسند نیست. اخیراً آنها ناراضی از آن هستند که نمی‌توانند قرض‌های خود را برگردانند و حاکمیت محلی نیز برای دستگیری کردن قدرت پیدا نمی‌سازند. در این برابر پرمیر لیگ روسیه همه پرابلم‌ها را بر دوش باشگاه‌ها گذاشته است. چنین اقتباس آوردند رسانه‌های خبری از پایگاه اطلاعاتی متا ریتینگز. پلیس جزیره مادیرا نسبت پسر رونالدو تفتیشات را آغاز نمود پس از آن که نوار گیدروسیکلرونی پسر 10 ساله حمله‌ور یوونتوس در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد. خبر می‌دهد زیسان مؤلف چنین ویدیو خواهر رونالدو علما میباشد. رهبر پلیس بحری گریرو کاردوسو تصدیق نمود که عین حال تفتیشات نسبت چنین رویداد ادامه دارد. با گفت پلیس چنین رویداد و حالت‌های آن آموخته شده معین کرده می‌شود که جریمه باید چقدر باشد، چرا که برای راندن گیدروسیکل اجازت مخصوصی شکیپر یا خود نفری که اداره آن را راهبری می‌نماید ضرور است. همین طریق طبق قانونگذاری پرتغالی راندن گیدروسیکل بدون اجازتنامه جریمه از 268 فونت
то 12 000 пешбинӣ мекунад. ширкатҳои хусусӣ ва ё гурӯҳҳоро барои чунин қонунвайронкуниҳо метавонанд то 17 евро ҷарима кунанд. хуласи кор ҳамин ки ҷанҷолҳои судӣ бо Криштиану бас набуд ки ҳозир фарзандашро кашокаши судӣ мекунанд. аз тарафи дигар хайр онҳоро пулашон бисёр аст, ҷарима супоридаам мегиранд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.